احساس رو که صدای قطار داره میاد. آره بچه ها، احساسم کاملا درست بود. امیدوارم ببینید و از دیدن لذت ببرید. به خدا دیده نمیشه. قطار که می آمدیم بچه ها بهتون گفتم یک مسجد و یک محلی هستش بریم به مرور میبینیم. دیگه رسیدم به اون منطقه و دیگه امروز زیاد رو مودش نیستم. سر همین داستان تلفنایی که شده زیاد همچین حال و حوصله ندارم. یه بریم ترکل و خدا در مسیر چی میشه. اگه دقت بکنید تو قطار این حسینیه سفیدار گله رو بهتون نشون دادم. الان دقیقا بعد این پیچ یک تونل، اینم تونل بعدی، یعنی قدم به قدم تونل. این تونل بچه ها این یه راه کناره داره با اینکه 72 متر بیشتر نیست، ولی 266 متر دیگه هم ما میرسیم به ایستگاه راهن تهران. فکر میکنم از اینجا اون آخر بشه ایستگاه رو دید. جاده هم که ویوشو کامل داریم میبینیم. خوشبختانه تا الان که نباریده، ولی ممکنه که تا یک چند ساعت دیگه بباره. اما امروز دیر شد، ولی باز خدا شد یک ایستگاه تا یک ایستگاه دیگه هم خط خورد. ما الان سختیم تا ورسک و دوگل و گدوکه، بعد دیگه فلت بشه، اوکی بشه، دیگه مشکلی نیست. از گرمسال به بعدم خوبیش اینه چون جاده خاکی کنار ریل هست، دیگه وسایل رو میتونم با چرخ بکشم، دیگه نیاز به ماشین و این ادابازی ها دیگه به هیچ وجه نیست. این جوجه تیغی هم که ببینید که با فاصله از این چیزاشون افتاده، اینا همه رو قطار زده بچه ها. قطار زده و نصف شبی به حال قطار که بیاد میگیره میزنه و این حیوان هم دیگه حروم میشن دیگه. ولی ناقصب عجب گوشت خوبی داره تشی. یاد خونه نقی معمولی افتادن که هر قطاری رد میشد سقف و بنیه خونه کلا گرفت میلرزید. این خونه های لبه ریل هم برای خودشون کنن داستانی دارن. یه علکی واق میکنی، بگیری بیا جلو، بگیر نیستی سیکتیر کن بزن به چاک. سخت است نازمین، سخت است. خدا کنه نباره اون بالا کلا ابر. چقدر این پاکوبا خوبه بچه ها. رستوران هایی که بچه ها میای لب جاده گاز رو میگیری میری، یا از این بالا که نگاه میکنی قطار هم از اون پایین میبینی که رد میشه دیگه، اینجا هاست دیگه، یعنی چیز خاصی جای خاصی نداره. در کل خیلی پیاده روی حاشیه ریل خیلی جالب و خاصه. از دور بالاخره چراغای سرخ‌آباد داره دیده میشه. این تونل تا الان مشابه این رو ندیده بودم که اینجوری یه چیزی بالاش باشه. پل تونل 13211 متر. چی میشد همه تونل ها اینقدر کم بود و مسافت سر تا ته تونل دیده میشد. یکم دیگه خسته کننده داره میشه بچه ها برام خدشو بخواین. نمیدونم چرا از دیروز که این تماس گرفته شده به مثلا یک حس و حال و یه هوای بدی بهم دست داده که اصلا اینه که آزادی یه نفر گرفته باشی. دقیقا الان اینجوری شده و هر کارم میکنم هیچ جذابیتی، هیچ چیز خاصی کلا نداره
که بخوام ویدیو بگیرم. برای همینه یک مقداری بیحالم و بی‌حوصله‌ام تو این ویدیو. واقعا دیگه ببخشید. دیشب آقا بخوام فکرم گفتم که تونل رو خب میری دیگه، تونستی میری، نه تونستی نمیری. تعارف که ندارم، نه با شما دارم نه با خودم دارم، نه جونم از سر راه آوردم. فعلا که امروز هر تصمیم گرفتم که برم و خوشبختانه هوا تا الان نباریده و یاری کرده. یه کومه دیدم، کومه عجیبیه با سیمان و مساله و متریاله. بذارین چراغ روشن کنم. اینجوریه که آخیش در حال دادم بازش کردم. یک بخاری نفتی و ای جان دوست دارم شب اینجا بخوابم. میخوام یک ساعت اینجا استراحت کنم. میخورم به شب ولی اشکال نداره. آینه هم دارن. چه بوی خوبی میاد بچه ها، عالیه. یه دفعه سیگارم جلوی پنجره است. همش من به خودم میگم حتما یک سری قشنگ لوازم چایی و همه چی بچه‌ها پیدا میشه. خیلی که باحال. سرپایی هم هست. میتونم یکم این کفشا رو در بیارم. آخ 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 آخ. یک هوای امامزاده‌ای هم اینجاست. جاده یعنی قشنگ بچه‌ها. میتونین بیاین ماشین اونجا پارک کنین، بیاین شب. جاده کجا رد میشه؟ از این زیر رد میشه. اونورم هوای امامزاده همیشه مقدسه. اونجا دل سنگیه تو. هی بچه ها میخوام بشینم، هوا تاریک شد برم. عجله که ندارم. آخ آخ آخ. پاهام تاول پاهام درد میکنه. از یک طرفم واقعا هیچ دل و دماغی ندارم بعد از قضیه دیروز و اینکه چقدر اون بالا باحاله. آخیش یه تیکه بچه بعد از یه تیکه بعد فیروزکو هستش، منطقه گرگخیزه. امروزه که بچه ها تو راه هم بهم گفت تانرز. کفشارم در آوردم. خدا حتی جاسیگاری هم داره. خدا پدر مادر هر کسی که اینجا رو ساخته واقعا بیامرزه. آخی خدا شکر چه حس خوبی داره واقعا. این که بیای اینجا و یک چای آتیشی نیای بخوری واقعا حال نمیده. یک چایی ردیف کنیم این چی میشه. فکر میکنم لذت بخش ترین چایی که این مدت توی عمرم دارم میخورم این چایی است. و کفشرم در آوردم با دمپایی، شلوار و تیشرت. بچه همون شلوار تیشرت چی بهتون بگم حال چند وقت پیش 4 روز پیش فقط دیشب در آوردم بردم قشنگ شستمش تا صبح خوش شد، دوباره پوشیدمش. یعنی یک جوریه که اصلا حسش نیست، یعنی حس خیلی کارا خیلی داستان و اینا نیستش. ولی خوشحالم که این مسیر بالاخره استارت خود، محتوا باز دوباره شروع شد. اون بالا کسی که تو اون ویلا میشینه دیگه خیلی حالش خوبه به نظرم. عجب. چای رو بخوریم را بیفتیم. آقا چای رو خوردیم و دیگه خدمتتون عرض کنم که چشه گرم شده، خوابیدیم و الان شب شد. شب بچه ها، واقعا شبه. هوام کامل تاریک. اینم منقل آتیش و در رو را بیافتیم. جلو پا دیده بشه خوبه. یعنی اگر ولم میکردم بچه ها تا صبح میخوابیدم. یه قطار رد شد، یک صدای قطار، یک صدای اومد، دیگه مجبورم کرد حرکت کنیم. تونل دیگه هیچی هم دیده نمیشه دیگه. ماشاءالله. نمیدونم شما چیزی میبینین یا نه، ولی من دارم میرم و دورم هم هیچی نیست. هیچ موجود جنبنده پیدا نمیشه.
یکم هم ترسیدم. بچه ها قسمت سخت مسیر همین دو سه ایستگاه روبروه، یعنی امشب که برسم سرخابات، فردا شب برسم با امید خدا برسک و بعدم دوگل و گدوک دیگه رد بشم، دیگه میافتم تو سرپاینی به سمت فیروزکو و دیگه عملا هیچ مشکلی هم نیست. همین که کنار جاده داری میری خودش یکم باعث انبساط خاطره. اصلا نمیدونم دور و برم چه خبره، چی داره میگذره، کی هست کی نیست، خودم کم جده میریم. ولی آمدم یه چرت بخوابم، یه چرت خوابیدم شب. تو مسیر پیاده روی شمال تا جنوب اولین باری هستش که شب خوردم به قول معروف به مسیر. علتش هم اینه که انقدر اون کومه حس حال خوبی داشت تا چایی رو بگیرم خوردم. یک چرت که گرفتیم شد قطار حرکت کرد و متوجه شدم و الان توی تاریکی شب دارم میرم و لذت باحالی داره ولی ترس و خوف هم داره دیگه، غریبه که نیستیم. این هم یه تجربه جدید از پیاده‌روی توی شب در مسیر ریلی شمال به جنوب ایران. جایی همتون حسابی خالی. اگر من دور ببینیم به تونل دارم نزدیک میشم. خدا خیر بده عمو رستم رو جاتون خالی یک نون و پنیر محلی هم زدیم و امروز اگر عمو رستم عزیز نبود واقعا نمیشه این مسیر رو تونلا و مثلا الان توی شب رفت. خدا وکیل دمش گرم. هوا وقتی دیگه تاریک باشه این یه کومه دیگه اصلا مهم نیستش که خدمت از کنم تونل باشه نباشه، چون همه جا تاریکه. تونل 1424 متر. اولین خدمت از کنم جانپناهیه که دارم توش فرغون میبینم. سقف تونل بچه بینید سفیدک زده و فکر کنم یک دو سه تا تونل دیگه بیشتر تا سرخابات نداشته باشیم. اون روبرو بچه ها یک تونله، اینجا یک پست نوریه، جلوتر هم که یه تونل. خیلی سخته نشون دادم به این خاطر که واقعا تاریکه. شب که با نور میای این چیزا بیشتر راحت‌تر دیده میشه. لامصب تموم شد بچه ها ولی خیلی طولانی بود، 500 متر بود، خیلی طولانی بود و اصلا اون عقب یک حس مرطوب بدی داشت، خیلی حس عجیبی داشت. بچه ها من تصمیم دارم ویدیو نگیرم چون هیچی دیده نمیشه. اون پایین الان اینجا یک پله، همطور که میبینید یه پله، اینجا هم یه درخته، هیچی متاسفانه دیده نمیشه دیگه. اونجا هم یه روستاست. اون چراغی که اون روبرو هست چراغ دور برگردون سرخاباده و شاید مثلا نیم ساعت دیگه تموم بشه این مسیر. بچه تجربه امروز تجربه خیلی خاص و متفاوت بود. درست نیست شب راه رفتن، به هر حال درسته که کنار جاده است ولی کنار جاده که یه شیب وحشتناکه. به هر حال منطقه جنگلیه، حیوانی، سگی، خدایی که پاد پیش بخوره دیگه خیلی شرایط مشکل میشه. ولی تجربه خوبی بود. میتونستم برای چای ماری اینا وای نستیم و میخوردیم به آخرای هوا روشنی، ولی دیگه بایستادیم که تجربه کنیم. به خدا هیچی نمیتونم بهتون نشون بدم شهرونده. اون روبرو بچه ها یک تونله، اینجا یک پست نوریه، جلوتر هم که یه تونل. خیلی سخته نشون دادم به این خاطر که واقعا تاریکه. این تونل شماره 15 و 419 متر، یک مقدار طولش بیشتره. شب که با نور میای این چیزا بیشتر راحت‌تر دیده میشه. اینجا رو دلم نیامد بی تفاوت راشم براتون ویدیو نگیرم. یک پل حدوداً 10-15 متری هست از جنس چوب و متریال همون دوران و همون موقع. کوتاه بود، یه چیزی در حد اینقدر بود ولی گفتم بهانه‌ام براتون بگیرم. قطاری که رد شد میره بالا، یعنی ایستگاه سرخاباد رو رد کرده
داره میره سمت ایستگاه گدوک. چقدر جالب. من فکر کنم یه قطار جدید پشت سر میاد، در صورتی که اون قطاری که رد شد داره میره اونجا. فردا باید این مسیر رو باز دوباره برگردیم. خیلی خوب بچه‌ها، اینم اون اتاقکی که ماشین رو صبح کنارش پارک کردیم و عملا دیگه تقریبا داریم میرسیم به ایستگاه پلسفید. ایستگاه دقیقا پشت این مسجد است، ولی ما باید بریم ریل رو دور بزنیم. میتونم از پشت این مسجد، امروز از این مسیر خاکی رفتیم دیگه، ولی دیگه تا اینجا اومدیم بیایم چند متر هم دیگه ریل رو دور بزنیم و بریم. میدونم هیچی نمیبینید، ولی بازم به بزرگی خودتون ببخشید. اونجا هم که در اون صحنه پراید رو میبینید. بچه آخرین قطاری که بهتون نشون دادم که رفت، الان از اون بالا باید رد شه، از خط 3. همه اینا رو فردا قرار هست ببینیم، ولی صداش اومد گفتم بهتون کامل نشون بدم. این آشش، این دیگه الان روی خط 3، خیلی بالاه این الان دیگه. نمیدونم میبینینش یا نه، یک چیزی به حال بالا داره رد میشه. بچه از جای اون راه بنده میتونستم برم ایستگاه، اون بالا ایستگاه، ولی چون نمیخوام واقعا به اعتماد شما خیانت بکنم، این مسیر حدود 1.5 کیلومتر هم که دو تونل بین راهش هستش و گفتم با هم بریم. سومین باره که ریل بچه از زیر جاده رد میشه میره سمت چپ جاده. باورتون نمیشه به ایستگاه رسیدیم، تونل 16579 متر. ایستگاه اونجاست داخل، اینم جاده است. لعنت به این تونل، چقدر اذیت کرد. 578 600 متر درد اینو که ایستگاه بالا سرته، 1 کیلومتر دیگه باید دور بزنی. تازه یه تونل دیگه جلوه. بچه اینو ببینیم، 26 متر رو به بالا توی 340 متر آینده، اون 1000 متر نیستش. من اینو از بچه ها داخل ایستگاه سوال کردم، خیلی شیوه بالاییه. و باز بچه ها یک پل دیگه اون پشت، الان ایستگاه و خیلی نورم ضعیفه. اون پایین یک رودخونه خیلی پر شدتی در جریانه. قشنگ جاده و مسیر روستایی از زیر ریل حرکت میکنه. خیلی باحاله، خیلی جالب بود که به سختیش میارزید. آخر 103 متر تونل 17. نور چراغ هم دیگه واقعا ضعیف شده. خوشبختانه دیگه رسیدیم به این اتاقک و مسیر امروز تموم شد. چون ایستگاه سرخاباد که صبح از همینجا سوار قطار شدیم. تمام ویدیوهای این چیز همه تو تاریکی گرفتم براتون، واقعا ببخشید. محتوای ناجوری شد اما تجربه خوبی شد برای پیاده روی توی شب. این ایستگاه سرخاباد بچه‌ها زیاد حس خوبی نسبت بهش ندارم، نسبت به روستای خدمت با ساعتون عرض کنم سوادکوه و ایستگاه سوادکوه، به این خاطر که خیلی ساکت و پرت و دلگیره. پارم به تمام معنا. داغان دستشویی و نمازخونه بسته است. اینجا یک آی به ساعت بزنیم و بریم برای خواب ایستگاه برسک. بچه نظر به حمایه، نظر به اهمیتی که حفظ و ازدیاد جنگل اقتصاد عمومی کشور و بهبود حال زارعین، بالا بردن میزان فلان و فلان و فلان داره، نامه لازم است نهیم در 9 مهر بزنین کتیبه سرخاباد، قشنگ تو گوگل میاد و هنوز آثار فرز روش نیست. امیدوارم یادگار بمونه.